تفاوت بین این دوتا عکس رو شما ببینید آخه. یه بازیگر موفق کنار استعداد بازیگری باید خوشگل و جذابم به نظر برسه. پس همه سعی میکنن به کمک میکاپ ظاهرشون رو خوشگل مشکل جلوه بدن و برای میکاپ آرتیستاشون پولای خیلی هنگفتی رو بپردازن. امروز ما عکسای قبل و بعد از آرایش این بازیگرا رو براتون آماده کردیم که میریم با هم تماشاشون کنیم. البته یادتون نره که ویدیومون رو لایک کنید. ممنون. نظر شما چیه و به نظرتون کدوم یکی تفاوت زیادی داشت و کدوم یکی کمتر؟
شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا نیاز برای زیبا شدن ظاهر ساعتها رو به روی آینه وایسی و آرایش کنی؟ و اینکه شما چند دقیقه و چند ساعت رو برای آرایش کردن میگذرونید؟ لطفاً جوابتون یا هر نظر دیگه‌ای که دارید برامون زیر همین ویدیو کامنت کنید. روزتون بخیر.